پنجمین نیروی هوایی قدرتمند جهان و دهمین ارتش قدرتمند جهان. اسرائیل اولین ارتشی بود که F-35 رو از آمریکا خریداری کرد و اولین نبرد پیروزمندانش رو هم در سال 2008 بر ضد خاک سوریه انجام داد. F-35 از تجهیزات و تسلیحات خیلی شبیه F-16 است. توی این ویدیو قراره قدرت ارتش اسرائیل رو بررسی کنیم و راجع به یه موضوع جالب صحبت کنیم و اونم دعوای ایران و اسرائیل بر سر F-16 است. اگه میخوای بدون قضیه چه تا آخر ویدیو همراه من باش. نیروی هوایی اسرائیل 75 سال پیش یعنی سال 1948 تأسیس شد. ارتش اسرائیل از همون اول هم بین کشورهای منطقه از خودکفایی بالایی برخوردار بود. جالبتر اگه بدونید اسرائیل جزو 7 صادرکننده برتر در زمینه نظامیه و حداقل به 60 کشور تجهیزات نظامی صادر میکنه. نیروی هوایی اسرائیل تو این 75 سال جنگنده های خیلی زیادی در خدمت خودش داشته. حالا ما هم قراره بریم این جنگنده ها رو بررسی کنیم و ببینیم که چه زمانی اینا رو خریداری کرده و چه زمانی هم از رده خارج شد. با P-51 ماستنگ شروع کنیم. یه جنگنده پیستونی مال کشور آمریکا و شرکت نورس امریکن که سال 1948 وارد اسرائیل شد، یعنی تو همون اوایل تأسیس نیروی هوا و به شهرت زیادی تو جنگ جهانی دوم رسید به خاطر نبردهای پیروزی که داشت. بریم سراغ بمب‌افکن B-17 فلاینگ. این بمب‌افکن محصول کمپانی بوئینگ و اسرائیل 3 فروند ازش رو در سال 1948 خریداری کرد و همون سال قاهره رو باهاش بمباران کرد. اما سال 1958 دیگه این از رده خارج شد و به عنوان هواپیمای ترابری ازش استفاده کردن. بعدی جت جنگنده تک موتور میسترال و سوپر میسترال. این جت یه جت مافوق صوت و اولین جت مافوق صوت. تو سال 1950 به ترتیب 65 و 21 فروند رو از فرانسه خریداری میکنه. بعدی جنگنده اسرائیل میراژ 3، یه جنگنده فرانسوی شکاری رهگیر که تو سال 1961 اسرائیل 77 فروند سفارش میده و جالب‌تر بدونید با این جنگنده 150 تا موشک R530 هم سفارش میده. میراژ ها بین سالهای 1965 تا 1980 تو جنگ با کشورهای عربی تونستن 130 فروند از جنگنده های رو شکار کنن. این وسط 25 فروند رو هم از دست دادن که بر برابر 130 تا واقعا عددی نیست. میراژ 3 هم سال 1980 از رده خارج شد. اولین جنگنده نسل 3 جنگنده F-4 که توان شلیک موشک هدایت راداری رو داشت. تو سال 1969 44 فروند از نسخه ای وارد کشور اسرائیل شد. اسرائیل چندین بار جنگنده F-4 میخره که روی هم مجموعشون میشه 285 فروند. 212 تاش هم نسخه‌هاش شناسایی بودن. تو سال 1970 109 تا پیروزی هوایی به دست میاره که همشون به خاطر پاقدم خوب جنگنده‌های F-4 بوده. تو سال 2004 هم این جنگنده از رده خارج میشه. اسرائیل تو سال 1970 بین خرید F-15 و F-16 گیر کرده تا اینکه آخرش تصمیم گرفت F-15 رو بگیره. تو سال 1976 4 فروند F-15 تک سرنشین وارد خاک اسرائیل شد که البته استود و دست دوم هم بوده. بعد از اون چون از F-15 مثل که خوشش اومد 21 فروند دیگه هم سفارش داد.
تو سال 1982 اسرائیل اومد و 5 فروردین F-15 نسخه E و D رو وارد خدمت. و تو سال 1991 15 فروند دست دوم و استوک دیگر هم از آمریکا خریداری کرد. تو سال 1992 بازم 15 فروند دیگه خرید که 10 داشت نسخه A و 5 داشت نسخه E بودن. بین سالهای 1979 تا 1982 تو درگیری با لبنان 15 تا میگ 21 و 2 تا میگ 22 رو سرنگون کرد با همین F-15 های خطرناکش. و توی جنگ دره بقا همین جنگنده ها تونستن 41 جنگنده سوری 41 کیلو یعنی 23 تا میگ 21 و 17 تا میگ 23 و بالگردهای فرانسوی رو منهدم کنن. اسرائیل تو طول این دوران F-15 های نسخه دیش رو هم آپدیت کرد. مثلا توان حمل موشک‌هاش رو افزایش داد و بهش قدرت هدایت رادار اپتیکی و هدایت ماهواره‌ای رو هم اضافه کرد. همچنین توان هدایت پهپاد از کابین عقب رو هم آورد و به اون اضافه کرد و بومیش کرد. در حال حاضر F-15 های اسرائیلی به بمب های اسپارو و پایتون که محصول خودشونه مجهزن. در کل تو کل این سالها اسرائیل از آمریکا 85 تا جنگنده F-15 شکاری ایگل تحویل میگیره. تو سال 2002 اومد و یک سری تغییرات روی F-15 انجام داد. مثلا هشدار دهنده رادار رو فروسرخ بهش اضافه کرد، نمایشگرهاش رو عوض کرد و اسمش شد راب و بردش هم 300 کیلومتر شد و تونست 8 هدف همزمان رو پیدا و رهگیری و هدفگیر کنه. اما بریم سراغ جنگنده اسرائیلی F-16 و داستان دعواش با ایران. تو قراردادی به قیمت 300 میلیون دلار تو سال 1979 اسرائیل میاد و تعداد زیادی از F-16 رو میخره، یعنی در مجموع 260 فروند F-16. البته همین سال جاری فقط بین 150 تا 190 فروند داره که بیشترشم از نسخه‌های D، C و B هستن. حالا جالبه بدونید اولین باری که اسرائیل میخواست F-16 رو از آمریکا بخره ایران مشتری دست اولی بود. یعنی ایران اول به آمریکا درخواست داده بود که بهش F-16 بفروشه و آمریکا هم قرار بود به ایران این F-16 ها رو بفروشه، بعداً به اسرائیل. اما به خاطر انقلاب این قرارداد کنسل میشه و اونجا آمریکا F-16 که قرار بود به ایران بده رو مستقیما به اسرائیل میفرسته. اولین پیروزی با F-16 شکار میر 8 سوری بوده، یعنی تو آوریل سال 1981 و در همون سالم 8 فروند F-16 با اسکورت جنگنده های F-15 نیروگاه اتمی عراق رو با بمب‌های هدایت لیزری نابود میکنه. اسرائیل رسما بزرگترین کاربر F-16 تو جهانه. اما بیایید بشنویم از F-35 لایتینگ. اولین بار با قراردادی به مبلغ 20 میلیون دلار F-35 لایتینگ وارد آشیانه‌های اسرائیل میشه و بعدش درخواست خرید رو با مبلغ 5 میلیارد دلار به آمریکا. اسرائیل هر 3 نسخه F-35 رو داره. روی هم رفته 50 فروند F-35 داره و تو قراردادی که همین امسال مهر ماه نوشته قرار شده که 25 فروند دیگر رو به مبلغ 3 میلیارد دلار بگیره تا مجموع F-35 به 75 فروند برسه. F-35 اومده تا جایگزین F-15 و F-16 های اسرائیلی بشه.
الانم که تو جنگ هستن و همشون آماده به خدمتن. نظر شما چیه؟ به نظر شما جنگ خوبه؟ به نظر من که واقعا وحشتناک‌ترین چیز تو دنیا جنگ. امیدوارم که هیچ جای دنیا جز صلح چیزی نباشه. ممنون بابت نگاه مهربونتون. ویدیو بعدی رو هم حتما با ما باشید.